خواهشمند مرحمت میتونن در پهلوشون میشینن. میدان رو دوباره باز خالی ماندید. یک جفت همه وقت تیار ماندید به حالتی خالی ماندن یک جفت گوشتین گیرن. مرحمت مردم اینقدر مردم برای چی آمدن؟ برای گوشتین تماشا. شروع استفاده برده یک اعلام رو به شما پیشنهاد میکنیم. رشید زاده سوربن عزت‌الله سال تولدش 2016 مرد در شهر ابودابی از ورزشی جودو در وزن 81 کیلو صاحب مدال طلا شده است. از ناحیه رشت جماعتی نصرت‌الله مخصوم دهه وردوج غالبیت سرفراز از نوع رشت. میدان خالی شد. پهلوانا قندیل پهلوان دلشاد کلی پهلوانا وقتی که پهلوانا همه در شهر قربان‌تپه گوشتین میگیرن شما کی را انتظار میشید؟ باید یک دیگر گوشتین گیرید. مردم آمدن باید تماشا کنند کیفیت ببرند از گوشتین ما و شما. اینقدر حکومت ناحیه برای زحمت کشیده است میدان تیار کرده است اینقدر سالم خریدن. آخر باید ما مردم خرسند کنیم. این گوشتین ما امروز کمتر سوس شد دوباره برارید پهلوان با میدان. این همی پیش رای دارم مثلا گوشتین بگیرد چیکار می‌برد؟ سردابا پهلوانا رو با میدان برارید. من همین کی است؟ خندیل است. این کی است این بچه؟ پهلوان معروف کشور از ناحیه رشت شمشاد عبداللهیف استادی ورزشی جمهوری تاجیکستان غالبی بسیار مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی می باشند. او با لباس‌های سرخ در طرف راست از من. مرحمت یک کفتوبی از طرف شما. و بار دیگر تکرار میکنم که اون پهلوانانی که اون مخلصانی که امروز به وادی رشت نامدن فکر میکنم پشیمان میشن. وقتی که با کانال‌های مختلفی تلویزیونی این گوشتین رو ببینن این زیبایی رو ببینن پشیمان میشن. ولی امروز ریسک اونها نبوده است. ریسک این دو پهلوان است که امروز گوشتین میگیرن. یک اجازه از طرف ریاست بعد چند لحظه مساوی اعلان پودمای پهلوانان مساوی اعلان شد و عوضی داوران رفر از پهلوانان عزیز احترامونه خواهش میکنیم که در رفت گوشتین و بعد انجام گوشتین احترام را از دست ندهند، چون که گوشتین چند دقیقه است. برادری، احترام، محبت، صلح است. اگر احمد شو خیال میکنیم که همین بیرون از همون مد هم یا اینا بالای سازد مرحمت بگیرن یک گوشتین تاجیکی از ذاتی شود.
درست است رئیس محترم. رفرها رئیس محترم اجازه دادن که گوشتی بتواند از میدان بیرون هم ادامه یابد، ولی آغاز انجامش باید در میدان باشه. مرحمت. اگر نماینده رادیوی خاور کدام رادیوی هستند بیاید من اینجا صحبت بکنیم، چون که باید همین دو جایزه علاقه غالبای اساسی معلوم بشن. رادیوهای جمهوری کسی اینجا هستند نزد من بیاید. بتونه داد خبر تیز بعد همین گوشتی که پیش از خبری دیگر گوشتی نور پخش شد. البته آنهایی که توسط شبکه‌های تلویزیونی و یوتیوب تماشا کردن پرتافت پارساله شمشاد خیلی هم زیبا بود. اون گفته‌های شاهنامه فردوسی و سعدی را 100% اثبات کرد، یعنی حریفش را با دو شانه خوابانده بود. رئیس محترم وقتی توزمای چند دقیقه بهترین معین کردنی بخش شد. ناگفته نماند که از اون گفته‌های بزرگوار ما برمیاد که پهلوانان هفته ها گوشتی میگرفتند با اون چکمنی پشمی و واقعا درست است. کدام نفر که امروز آماده است حتمی یا درباره گریم یا درباره چمنزار نتواند او را استفاده برد و توسط همین فنونش غالبیت به دست بیارد. اکای رحمت شو مردم نویان پدمون کشتینای شمشادن. اگر چند هم دوام کنه تماشا میکنم. امروز واقعا میدان شمشاد است.
میدانید که اینها برای یه لحظه گوش نمیم کنید برای چی خوب گوشتی نمیگیرن؟ برای اینکه مخلصان بسیار رو خوب رفتگیان چپک نمیزنن. شمشاد جان، سیدین جان، اکنون یک گوشتی نشان دهید که همین 25,000 آدمی که به ناحیه رشت آمده است راضی روند. Baba, altı da güzel. Altı da güzel. Kayraftı. Sağını kuştun giriflersin. Sağını kuştun giriflersin. Baban şanlısı. Cevra. سرداور مسابقه سرداور گوشتین جدی است در ناحیه رشت. اینجا یگون مثل بعضی گوشتین‌هایی که مخصوص می‌سازند
کسی رو میخوان چمپیون کنن، کسی رو موشیدن نیست. اینجا آمدن هر دوم از نوعه رشتن. ببینید با تمام قوه، با تمام هستی پوز میکنن. محترم پهلوانان، احترام رو از دست ندید. ما نظارت داریم شمشاد نادرست رفتار نکنید. شما سعیدونید، شما هم نادرست در میدان رفتار نکنید، چون شما پهلوان هستید. من پیشکی گفتم که پهلوان همه برای چی شما را احترام میکنند، برای چی شما را پهلوان میگن، برای چی که شما تمام وزنینی های جسمانی و روحی طاقت میکنید. برای همین برای شما ماشین میبرن، نباشد با 5 دقیقه گوشتگیری شما را ماشین میتین. این برای این است که شما مردانه گوشتگیرید، دولت ملت را حمایت کنید. هر قدر جوانان ما بیشتر با ورزش مشغول شوند و دولت ملت را در عرصه بین المللی معرفی کنند، همون اندازه جهانیان به ملت سالم بوده ما باور میکنند. در داغستان با چمپیون هایی که حتی از نام دیگر کشورها برآمد میکنند، از این جمهوری روسیه توفه‌های گرانبها تقدیم می‌گردند. یعنی مردمشان را، مردم داغستان را در عالم همچون پهلوانان گوشین طرزی آزاد در همه جا معرفی کردند. و این گوشتی نیست، گوشتینی تاجیکی نیست، میتواند پهلوانای ما، جوانای ما را در گوشتینی سم و جدا در جهان معرفی کنند. برای همین هم ما باید این گوشتینی رو ندیده نگیریم، نسبتی این نمودی گوشتینی خیلی هم جدی رفتار کنیم. تشکر بدید. در وضعیتی بهتر بود ولی موفق نشد. اکنون سبقت در مرکز میدان، البته وقتی این آزمایی دست رئیس محترم است. اگر گویند که باز آزمایی یعنی وقتش یک کمی محدود بشد، در دست رئیس است. ما میشینیم مثل زمان رستم و سهراب تماشا بکنیم امروز و فردا و روزهای دیگر. کلا بودیم که پهلوانان کاری بود.
گوشتین ها زیاد شدن ولی چنین آزمایی ما امسال سال 2019 در یگان مسابقه ندیدیم مشاهده نکردیم. ببینید امروز واقعا در شهرکی رشت جشنی گوشتین جمهوری است و چونکه بهترین پهلوانان این منطقه امروز در این میدان پادمایی دارند. ببینید البته هرچند که در گوشتین ممنوع کرده است این تقریبا اگر خفه کردن و آزار دادن دست را گیریم گوشتین تاجیکی شده است. برای همین امروز گوشتین تاجیکی خیلی موقعش در مملکت بعدی به دست آورده نیست که دولت خیلی هم بلند شده است. البته ما زمانهایی که جوان بودیم من در دانشکده تربیت جسمانی می‌خواندم با پهلوان نامدار محمدالله عبداللهیف، خدایدادر باقیف و سیدالدین رحیم و باز بسیار دیگران که اصول خیلی زیبای من کنید هر دو پهلوان اینجا دعوت کنید. پهلوانان محترم، اگر شما اینقدر زحمتی که اینجا کشیدن، اینقدر چاره‌بینی خوب تشکیل کردن، اگر شما باز یک کمی به احترامی ظاهر کنید این همین زحمت‌های آبشو پس میکنید. برای همینم از شما اگر وطن دوست هستید، اگر تاجیکستان را دوست می‌دارید، اگر گوشتین تاجیکی می‌خواهید که در آخر برای شما وقت جدا کردن. وقت رو نظارت کنید. وقت رو داوران حتمی نظارت کنید. نگاه کنید وقت داورا وقتی اینا وقتی تازه نیست گشتنشون هم حساب است، یعنی وقتشون تمام میشه بعد چند لحظه، چون که ما میخوایم که همین میدان برای خودخواندی جمع باشه. از فرصت مناسب استفاده برده و تمام کارمندان این
پالونای همین نوعی می باشند. هرچند بسیار خدمت خوب کردگی‌اند. ما هم با خلاصه اومدیم که من همین ماشین مرسدس سیج کرد شمشاد هم میتیم اون ماشین دیگر شاید سعی کنیم. هم دیگر خطی یک جایه باشن فرزندار همین بیارن. همه همین زحمت های کشتگی هم فقط زحمت یک نفر هستن که همین خیلی گفتن که از نام من نگوید که همین خراجات همه همین ایدی نوروزی را یک نفر کرده است. ما باید احسان بگیم. تشکر اکنون بیایید مرحمت دارم بیایید مکافاتو نگیرید. رشی نزد رئیس روید و مکافاتو رو که برای شما خدا افتماشین هم چیکی؟ این مردک که بیا ما شهید ama komlet Ramazan.